سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به انتقادها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان. ذبیح الله مجاهد میگوید که حقوق بشر بر اساس شریعت اسلام در کشور تامین است. په افغانستان کې د بشر حقوق تامین دي او البته هغه حقوق اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي دي. تعطیل 3 اردوگاه بزرگ مهاجران افغان در پاکستان. برخی این اردوگاه‌ها قطع و مراکز صحی و آموزشی آن نیز مسدود شدند. بیشتر این مهاجرین هنگام بازگشت به افغانستان با دست خالی باز می‌گردند. و ادامه تلاش‌ها بر اجرا شدن مرحله دوم آتش بس غزه. ترامپ میگوید که هیئت برای صلح غزه اوایل سال آینده معرفی می‌شود. سلام به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 20 قوس که برابر می شود با 11 دسامبر. من محمد نسیم استانکزی هستم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به انتقادهای مطرح شده در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داد. آقای مجاهد اعلام کرد که حقوق بشر در کشور رعایت می شود و امارت اسلامی خود را موظف به تضمین حقوق مردم بر اساس شریعت اسلامی می داند. نصران امیری گزارش می دهد. پس از انتقادها در نشست شورای امنیت نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به آن اعلام کرد که حقوق بشر در این کشور رعایت می شود و امارت اسلامی خود را موظف به تضمین حقوق مردم بر اساس شریعت اسلامی می داند. در عین حال امارت اسلامی همچنان با استقبال از تاکید برخی کشورها بر لزوم تعامل با افغانستان تصریح کرد که این روند می تواند اعتماد متقابل را تقویت کرده و به نفع همه طرف ها باشد. په افغانستان کې د بشر حقوق تامین دي او البته هغه حقوق اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي دي، اتباعو ته ورکړي. اسلامي نظام او اسلامي امارت ځان مکلف بولي چې دغه حقوق خلکو ته ورکړي، ځکه دا د الله جل جلاله امر ده او د خلکو حق ده او دا د واجبي او فرضي په توګه باندې ادا کیږي. در نشست دیشب شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان، سرپرست یونما از افغانستان صلح‌آمیز و ادغام شده در چشم انداز سازمان ملل سخن گفت و همچنین از وضعیت حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه نیز با نگرانی از وضعیت بشردوستانی افغانستان گفت که این زمستان گرسنگی افزایش یافته و کمک‌های غذایی و کلینیک‌ها در حال توقف هستند. با حمایت شورای امنیت می‌توانیم به ساختن پل‌های تعامل ادامه دهیم و به سمت چشم انداز مشترک خود حرکت کنیم. افغانستانی که در صلح باشد، دوباره در جامعه جهانی ادغام شده و حقوق انسانی همه افغان‌ها در آن تحقق یافته و محترم شمرده شود. این زمستان اولین زمستان طی سال هاست که تقریبا هیچ توزیع غذایی بین المللی انجام نشده است. در نتیجه تنها حدود 1 میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد در فصل کمبود غذا در سال 2025 کمک غذایی دریافت کردند. برای مقایسه این عدد سال گذشته 5.6 میلیون نفر بود و اکنون به 1 میلیون کاهش یافته است. 1.1 میلیون کودک از تغذیه حیاتی محروم هستند، زیرا 3.5 مرکز ارائه خدمات تغذیه‌ای تعطیل شدند. در این نشست نماینده چین اوضاع افغانستان را با ثبات خواند و خواستار رفع تحریم‌های سفر، آزادسازی دارایی‌های منجمد شده شد. روسیه نیز خود اتکای افغانستان و رویکرد واقع‌بینانه و بدون فشار در تعامل با حکومت فعلی کابل را ضروری دانست. هند همچنان بر نقش صلح و گفتگوهای منطقه‌ای تاکید کرد. در حال حاضر اوضاع افغانستان به طور کلی پایدار است و دولت افغانستان فعالانه در حال توسعه اقتصاد، مقابله با مواد مخدر و گسترش روابط بین المللی است. با این حال افغانستان همچنان با چالش‌های پیچیده و جدی در حوزه‌های انسانی و مقابله با تروریسم مواجه است که نیازمند همکاری دولت افغانستان و جامعه بین المللی است. ما از سازمان ملل می خواهیم اطمینان حاصل کند که با کسانی که نماینده واقعی قدرت در افغانستان هستند و واقعا پاسخگو با آنچه در کشور رخ می دهد در ارتباط باشیم. به این ترتیب می توانیم مشکلات افغانستان را به طور واقعی حل کرده و بازگشت این کشور به جامعه جهانی را محقق سازیم.
ما بر ضرورت تعامل عملی و سازنده با طالبان تاکید می‌کنیم و تمرکز صرف بر اقدامات تنبیهی تنها وضعیت موجود را ادامه می‌دهد. از سازمان ملل و جامعه بین المللی می‌خواهیم تا ابزارهای سیاستی متوازن اتخاذ کنند که منافع پایدار برای مردم افغانستان به همراه داشته باشد. در ادامه نماینده پاکستان در این نشست از اهمیت افغانستان و پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو کشور سخن گفت. همچنین نماینده ایران بر ضرورت تعامل عملی با کابل تاکید کرد. افغانستان برای پاکستان اهمیت ویژه‌ای دارد. به عنوان همسایگان نزدیک مرز طولانی و پیوندهای مذهبی، تاریخی و فرهنگی مشترک دارند، هیچ کشور بیش از پاکستان خواستار صلح و ثبات در افغانستان نیست و هیچ کشور بیشتر از پاکستان از پیامدهای جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های چند دهه اخیر آسیب ندیده است. بنابراین پاکستان برای دستیابی به افغانستان صلح‌آمیز و پایدار در بهترین منافع مردم افغانستان و منطقه به تلاش خود ادامه خواهد داد. تعامل معنادار و عملگرایانه با حکومت کنونی افغانستان همچنان برای رسیدگی به بحران‌های انسانی و اقتصادی ضروری است. این نشست شورای امنیت در حال برگزار می شود که 3 ماه از پایان مأموریت رضوا آتنبایوا نماینده پیشین دبیر کل سازمان ملل در افغانستان می‌گذرد و تاکنون جانشین وی از سوی سازمان ملل معرفی نشده است. پاکستان در یک اقدام ناگهانی 3 اردوگاه بزرگ مهاجران افغان را در ایالت خیبر پختونخوا تعطیل کرده است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که برق این اردوگاه‌ها قطع شده و مرکزهای صحی و مکتب‌های آن نیز مسدود شدند. اناهیتا اندر با شرح بیشتر. همزمان با روز جهانی حقوق بشر، پاکستان در اقدام تازه 3 اردوگاه بزرگ مهاجران افغان را در ایالت خیبر پختونخوا به طور ناگهانی تعطیل کرده است. در گزارش برخی رسانه‌های هندی آمده است که خدمات اساسی این اردوگاه‌ها از جمله برق قطع شده و مرکزهای صحی و مکتب‌ها در این کمپ‌ها مسدود شدند. این کمپ‌ها مدت 3 دهه میزبان حدود 65,000 مهاجر افغان بودند که سرانجام در اوج تنش‌های افغانستان و پاکستان مسدود شدند. افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی دیگر برای این بازگشت داده شده قرار گرفته است و بدون برنامه‌ریزی و بدون هماهنگی با دولت کنونی افغانستان این بحران را عمیق‌تر می‌کند. همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان، وزارت شهرسازی و مسکن از طرح 60 شهرک رهایشی در 29 ولایت کشور برای مهاجران خبر می‌دهد. د اسکان دایمي کمیټې په مشرۍ باندې د کور او ښار جوړولو وزارت په شاوخوا 9 ولایتونو کې پخواني او اوسني 80 ښارګوټي د اړمنو مهاجرو کورنۍ لپاره ډیزاین کړي، ترتیب کړي، پلانونه جوړ کړي دي. او د کور او ښار جوړولو وزارت د محترم وزیر الحاج مولوی نجیب الله حیات حقانی له لوري منظور شوي دي. پلانونه عملاً ولایتونو ته لیږل شوي دي ترڅو په ساحه کې تطبیق شي. په ډیری ولایتونو کې خط اندازي هم سرسره شوې ده او د عام المنفعه تاسیساتو پر جوړولو باندې هم کار روان ده چې لارې او کوڅې جوړیږي، مساجد پکې جوړیږي او د څښاک اوبه ورته برابریږي په لومړي قدم کې. با این حال برخی از فعالان حقوق مهاجران با اشاره به وضعیت نامناسب مهاجران در پاکستان و فرارسیدن فصل سرما تاکید میکنند که امارت اسلامی باید هر چه زودتر برای مهاجران برگشته به کشور روند اسکان دائمی، زمینه ایجاد شغل و دسترسی به آموزش را فراهم سازد. با نزدیک شدن فصل زمستان و ادامه روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، وضعیت بسیاری از خانواده‌ها نگران کننده است که بیشتر این مهاجرین هنگام بازگشت به افغانستان با دست خالی باز می‌گردند. وضع محدودیت‌ها علیه مهاجران افغان در پاکستان در حال شدت گرفته که بر اساس آمار وزارت مهاجران و عودت کنندگان در جریان ماه قوس سال جاری 146,152 مهاجر افغان از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. و در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان. پس از تاکید نخست وزیر اسرائیل بر اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که فهرست رهبران جهانی که در هیئت صلح غزه عضویت خواهند داشت اوایل سال آینده اعلام خواهد شد. ترامپ در کاخ سفید گفت که شماری از رهبران جهان تمایل دارند در این هیئت حضور داشته باشند. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، این هیئت مسئولیت ایجاد نیروی بین المللی موقت ثبات بخش در غزه را نیز بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که حماس همواره تاکید کرده که غزه باید توسط فلسطینی ها اداره شود.
رهبران سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک تماس ویدیویی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کردند. به گفته مقامات اروپایی، این تماس در لحظه حساس برای روند صلح انجام شده و رهبران اروپایی از تلاش‌های ترامپ در این زمینه استقبال کردند. آنان تاکید کردند که باید امنیت اوکراین تضمین شود و مذاکرات صلح نباید بدون حضور کیف انجام شود. همزمان با تشدید رقابت‌های نظامی در آسیای شرقی، ژاپن با آمریکا تمرینات مشترک نظامی برگزار کرده است. وزارت دفاع ژاپن با نشر اعلامیه‌ای گفته که دو بم افغان استراتژیک B-52 متعلق به نیروی هوایی آمریکا در آن مشارکت داشتند. در اعلامیه آمده که این تمرینات بخشی از همکاری‌های نزدیک دفاعی میان توکیو و واشنگتن است. همکاری‌هایی که به گفته مقامات ژاپنی برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای فزاینده منطقه‌ای حیاتی خوانده می‌شود. این در حالی است که بیجینگ و روسیه فعالیت‌های نظامی خود را در منطقه افزایش دادند. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.